مثنوی در اصطلاح ادبا ابیاتی است که مصرع‌های هر بیت آن با یکدیگر هم قافیه باشد و شعراء پارسی از آغاز منظومه‌های مفصل خود را از این نوع پرداخته‌اند، مانند آفرین نامه ابوشکور بلخی و کلیله و ضمنه منظوم از رودکی و شاهنامه از استاد طوسی. اما از قرنها پیش و حتی در قرن هفتم هجری، چنان که خواهیم گفت، این عنوان به منظومه‌ای بسیار معروف که شهرت جهانی دارد، یعنی مثنوی مولوی، اختصاص یافته است. این منظومه که بدون مبالغه و بی هیچ شک و تردید جامع‌ترین اثر منظوم صوفیانه و یکی از بزرگترین شاهکارهای ادبی جهان است، مشتمل است بر 6 مجلد که همه اونها به یک وزن و به بحر رمل مسدس مقصور فاعلات 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 سروده شده است. گوینده این اثر نفیس مولانا جلال الدین محمد را کمتر کسی است که نشناسد و با اهتمامی که اخیراً در تحقیق احوال و نشر آثار و بحث در مرتبه و مقام معنوی وی کرده اند، احتیاجی نمی بینم که سوانح زندگی او را اگرچه به طریق اجمال نقل کنم، و چون موضوع این سخنرانی تنها مثنوی مولاناست، از ذکر احوال و شرح خصوصیات دیگر آثار وی از قبیل دیوان کبیر و فیه ما فیه و مکتوبات و مجالس سبعه صرف نظر می کنم و با اعتراف به عدم قابلیت و کمایگی سخنی چند درباره مثنوی شریف خواهم گفت. مقدمتاً عرض می کنم که شعرگویی و سخنسرایی مولانا با شعرای دیگر این تفاوت دارد که او در آغاز عمر و روزگار جوانی فقیه و مفتی و مدرس بوده و هرگز بیتی یا قطعه و غزلی نسروده و ناگاه پس از اتصال به شمس الدین محمد ابن ملکداد تبریزی و هیجان و شوری که از تابش انوار او در محیط ساکن و آرام وجود مولانا برانگیخته شده، به نظم شعر پرداخته و سماع و رقص آغاز کرده است. و چون ملاقات وی با شمس تبریزی در شهر قونیه به سال 542 صورت گرفته، پس دوره شاعری مولانا بعد از این تاریخ و در حدود 38 سالگی او شروع شده و مطابق روایتی که در نسخه اسعد افندی از نسخه های کهن و معتبر دیوان کبیر قید شده، نخستین غزلی که فرمود غزلی است که مصرع اول آن این است: آه از آن رخسار برقنداز خوشمه پاره ای. چنان که آخرین غزل وی به نص شمس الدین افلاکی که با سلطان ولد فرزند مولانا معاصر بوده و کتابی مفصل و مبسوط در شرح احوال مولانا و پدر و یاران گزین وی تألیف کرده، غزلی است که در شب آخر زندگی، یعنی شب 5 ماه جمادی الاخره سال 672 به نظم آورده و مطلعش این است: رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن، ترک من خراب شبگرد مبتلا کن. و بنابراین دوره شاعری او تقریباً 30 سال می شود که در این مدت بیش از 40,000 بیت غزل و رباعی و قصیده و قطعه و ترجیعات سروده و 25,632 بیت به شکل مثنوی در نظم کشیده است. از سال 642 تا حدود سال 657 یا 662 طبع مولانا به نظم مثنوی رغبت ننموده و مدت 15 یا 20 سال تنها به سرودن غزل و دیگر انواع شعر می پرداخته است. پس از وفات صلاح الدین فریدون زرکوب در غره محرم سال 657 مولانا به صحبت چلبی حسام الدین حسن ابن محمد سرگرم گشت
و مطابق روایاتی که هست وی از مولانا درخواست تا منظومه‌ای بر وزن حدیقه ثنایی غزنوی یا منطق الطیر فریدالدین محمد عطار نیشابوری به نظم آورد و مولانا 18 بیت که در آغاز نخستین دفتر مثنوی آمده و در اون اوقات سروده بود بر حسام الدین عرضه فرمود و بدین ترتیب نظم مثنوی آغاز گشت و مولانا به تقاضای حسام الدین مثنوی را به نظم می آورد و حسام الدین می نوشت و باز بر مولانا می خوند تا به سبب مرگ زوجه حسام الدین فترتی واقع گشت و مدت 2 سال نظم مثنوی در عهده تعویق افتاد تا آنکه حسام الدین فراغی حاصل کرد و تقاضا را از سر گرفت و مولانا به نظم دفتر دوم شروع فرمود و مرتباً تا پایان دفتر ششم به نظم مثنوی اشتغال داشت. درباره تاریخ شروع مولانا به نظم مثنوی 2 روایت جداگانه داریم. یکی روایت مشهور و معروفی است که افلاکی و دیگران نقل کردند و به موجب آن نظم دفتر اول مثنوی باید قبل از سال 660 به پایان رسیده و پس از فترت 2 ساله دفتر دوم در سال 662 آغاز شده باشد. دیگر روایت عبداللطیف ابن عبدالله عباسی است در مقدمه نسخه از مثنوی که پس از مقابله با 80 نسخه جمع آوری کرده و آن را نسخه ناسخه نامیده است که به موجب آن نظم مثنوی در سال 662 شروع شده است. حقیقت امر این است که مولانا به سبب استغراق در امور معنوی و بی اختیاری و بی قراری که در نتیجه عشق هیجان انگیز الهی داشت چندان به حوادث و وقایع شخصی و عمومی التفات نمی کرد و مشغله درون او را به کار دیگر نمی گذاشت و از این رو اشعار وی رنگ حوادث به خود نگرفته و اشارات تاریخی در اونها کمتر دیده می شود و جز چند مورد در غزلیات نکته های تاریخی و اشاره به تاریخ سال به نظر نمی رسد، با آنکه مولانا در روزگاری پر آشوب که از یک سو هنوز آتش جنگ های صلیبی زبانه میزد و از دیگر سو شمشیرهای مغولان خونخوار باران مرگ بر سر مردم ایران و عراق و آسیای صغیر فرو میریخت زندگی میکرد و اگر وی در عالم دیگر شعرا میزیست از این حوادث هولناک متأثر میشد و در شعرش نموداری از اونها به نظر میرسید، ولی عالم او فوق زمان و مکان و برتر از جریان حوادث بود. علاوه بر آنکه صوفیان غالباً به ضبط وقایع و نکات تاریخی چندان اهتمام نمی‌ورزیدند و مولانا نیز همین روش را معمول داشته و تنها در مقدمه دفتر دوم مثنوی تاریخی را ذکر کرده که منشأ اختلاف مذکور گردیده و اون در ابیات ذیل است: مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد، تا نزاید بخت تو فرزند نو، خون نگردد شیر شیرین خوش شنو. چون ضیاء الحق حسام الدین عنان، بازگردانید زوج آسمان. چون به معراج حقایق رفته بود، بی بهارش غنچه ها ناکفته بود. چون ز دریا سوی ساحل بازگشت، چنگ شعر مثنوی با ساز گشت. مثنوی که صیقل ارواح بود، بازگشتش روز استفتاح بود. مطلع تاریخ این سودا و سود، سال اندر 662 بود. که در بیت اخیر اگر سودا و سود را عبارت از بازگشت به نظم مثنوی بگیریم، قرینه است بر این که دفتر دوم در سال مذکور شروع شده و باید مولانا نظم دفتر اول را قبل از آن آغاز کرده باشد، چنان که اکثر بر این عقیده رفتند. و اگر مقصود از سودا و سود توجه مولانا به حسام الدین چلبی و نظم مثنوی باشد، در آن صورت سندی خواهد بود برای گفته عبداللطیف عباسی که شروع مثنوی را در سال 662 فرض کرده است، ولی ذکر این تاریخ در دفتر دوم و پس از بیت مثنوی که صیقل ارواح بود، بازگشتش روز استفتاح بود، می تواند مؤید قول اول واقع گردد
به هر صورت این نکته مسلم است که پس از شروع دفتر دوم مولانا مثنوی را به طور مرتب نظم کرده و در این میان فترتی روی نداده است، ولی طرز اختتام دفتر ششم که ناگهان مطلب قطع می شود و حکایت سحرآمیز شاهزادگان ناتمام می ماند، دلیل آن است که نظم کتاب یا به سبب وفات مولانا و یا به علت ملالت بسیار قوی در عهده تعویق افتاده است. عده ابیات مثنوی به نقل افلاکی 26660 بیت و مطابق چاپ لیدن 25632 بیت است، ولی به تدریج به سبب اغراض مذهبی و خیانت نساخ ابیات بسیار که اکثر اونها سست و سخیف است و همسنگ سخنان مولانا نیست بر مثنوی اضافه شده، چنان که نسخه چاپ علاءالدوله متضمن 27795 بیت است و عبداللطیف عباسی در مقدمه نسخه ناسخه اعتراف می کند که اون نسخه 2000 بیت بر سایر نسخ اضافه دارد. از مثنوی معنوی نسخه های خطی بسیار در جهان موجود است، به طوری که میتوان اون را در اعداد کتبی محسوب داشت که در طول قرون مورد توجه بوده و نسخه های فراوان با خطوط زیبا و جلد و تذهیب ظریف از اونها فراهم شده، مانند شاهنامه و خمسه نظامی و کلیات سعدی. در میان اصحاب مولانا کسانی بودند که وظیفه اونها نوشتن نامه ها و دیگر آثار منظوم و منثور وی بوده و افلاکی اونها را در مناقب خود کاتبان اسرار و کتبه کلام و جامع کتب اسرار می نامد و از آن میان بهاءالدین بحری و فخرالدین سیواسی را یاد می کند و حکایاتی از روایت اونها می آورد. ولی فخرالدین سیواسی هم به روایت افلاکی در سخنان مولانا دخل و تصرف می کرده و قلم اصلاح می رانده است و از این روایت معلوم می گردد که تحریف آثار مولانا امری نیست که بعدها معمول شده باشد و دیگر از کاتبان اسرار حسام الدین چلبی و سلطان ولد فرزندان مولانا بودند و از مکتوبات مولانا مستفاد می شود که اکثر اونها را مولانا تقریر نموده و حسام الدین کتابت کرده، چنان که مثنوی را نیز به همین روش انشا فرمود و حسام الدین در قید کتابت آورد. و از روایات افلاکی معلوم است که حسام الدین در کتابت مثنوی اهتمام بسیار به خرج می داده و پس از نوشتن بر مولانا می خونده و با دقت تمام حرکات کلمات را ضبط می نموده. اینک یکی از روایات افلاکی را در این باره به سبب اهمیتی که دارد نقل می کنیم. حضرت سلطان الخلفاء چلبی حسام الحق و الدین مجموع مجلدات مثنوی را بر حضرت خداوندگار 7 بار فرو خواند و سماع جانی کرده استماع فرمود و بر رموز و کنوز اسرارش مطلع گشته مطلع اسرار الهی شده و تمامت مشکلات مثنوی را حرفاً حل کرد و با زر حل ثبت فرموده اعراب نهاد و هر که از خلفای حضرت ایشان سماع کرد و نسخه ساخت همانا که نسخه صحیح و معتمد علیه آن است و بر آن مزید نیست. و از مطالعه نسخه مثنوی محفوظ در قونیه که ذکر آن بیاید و نسخه های کهن و معتبر دیوان کبیر به نظر می رسد که عده‌ای از یاران مولانا مقید بودند که عین تلفظ وی را در کلمات قید و ثبت کنند، همان تلفظی که اکنون در بعضی از نواحی خراسان به گوش می خورد و باز مونده تلفظ اون کلمات در روزگار پیشین است. و ظاهرا حسام الدین نیز همین روش را در کتابت مثنوی منظور داشته است. بی هیچ شک پیروان مخلص مولانا به خوندن مثنوی و فهم اسرار و رموز آن عنایت بسیار داشته و از سر اعتقاد و اخلاص تمام آن را مطالعه کرده. همچنان جماعتی بودند که وظیفه آنها خوندن مثنوی در مجالس سماع بوده و آنها را مثنوی خان می گفتند و از اون جمله سراج الدین مثنوی خان است که سلطان ولد در ابتدا نام او را ذکر کرده و افلاکی چندین حکایت از قول او نقل کرده است. پیروان مولانا هر روز جمعه بلا فاصله پس از قاریان قرآن نوبت خواندن مثنوی و مثنوی خوانان فرا می رسید که مثنوی را با آواز دلکش هماهنگ نی و رباب بیخوندند و این رسم پس از وفات مولانا به خصوص بر سر تربت وی معمول بوده و مثنوی خوان وظیفه و راتبه معین داشته است.
بهترین نسخه خطی مثنوی که از هر جهت در خور اعتماد است نسخه است که از روی نسخه مثنوی مصحح و منقی که در حضور مولانا و حسام الدین چلبی خونده شده استنساخ شده و تاریخ کتابت آن 2 رجب سال 677 است و بنابراین 5 سال پس از وفات مولانا به اتمام رسیده است. این نامه آسمانی بارها در ایران و هندوستان و مصر و ترکیه به طبع رسیده، ولی بهترین چاپ آن طبع لیدن است که به اهتمام مستشرق دانشمند نیکلسون میانه سالهای 1925 و 1929 مبتنی بر نسخه قونیه مورخ 677 و چند نسخه خطی دیگر با صحت و دقت قابل توجهی طبع شده و انتشار یافته است. مثنوی از روزگار مولانا تا به امروز همواره مورد توجه بوده و عده‌ای از دانشمندان و محققین صوفیه در حل مشکلات و تفسیر و بیان حقایق و کشف رموز آن کوشیدند، ولی از این میان مسائل چند تن که بیشتر اهمیت دارد به اطلاع شنوندگان محترم میرسد. به یقین اکثر یا همه شما نام حسین ابن علی بیهقی معروف به کاشفی را که از دانشمندان و وعاظ بود و در قرن 9 هجری میزیست و به سال 910 وفات یافت شنیده اید. او از جمله کسانی است که برای فهم مثنوی وقت بسیار مصروف داشته و ابیات آن را به حسب اصول مطالب و به سلیقه خود با هم ترفیق کرده و بدین طریق مسائل و نکات صوفیانه را که در این کتاب متفرق و از هم جداست به تناسب پهلوی هم قرار داده و مطالب مثنوی را به 3 عین یا چشمه به طور کلی مرتب ساخته که عین اول جامع اطوار شریعت است و دوم مخزن اسرار طریقت و سوم مطلع انوار حقیقت و هر عینی به چند نهر و هر نهری به چند رشحه تقسیم می شود و در ابتدای هر قسمت مطلبی را که در مثنوی شریف یافته بیان می کند و در حقیقت با بیان خود خواننده را به فهم مقصود مولانا هدایت می نماید. نام این کتاب لب لباب است و روز شنبه آخر ماه رمضان سال 875 به اتمام رسیده و پیش از این مؤلف کتاب دیگر به نام لباب المعنوی فی انتخاب المثنوی فراهم آورده بود که انتخابی بود از اشعار مثنوی و لب لباب منتخبی است از آن کتاب. ولی خورده ای که بران میتوان گرفت این است که کاشفی مثنوی را تنها از نظر مسائل محدود عرفانی روزگار خود مطالعه کرده و از این رو بسیاری از اصول و مباحث فلسفی و روانشناسی و امور اجتماعی و نکات صوفیانه که از محیط ادراک علمای قرن 9 بالاتر بوده و مولانا به فهم روشن و ذهن مستقیم و هوشیاری کم نظیر خود دریافته بود در این تألیف نیامده و لب لباب همچنان است که چلبی حسام الدین درباره شخصی که سخنان مولانا را تفسیر میکرد فرموده است که دریا هزاران جو شود اما هزاران جو دریا نشود، گر بریزی بحر را در کوزه ای چند گنجد قسمت یک روزه ای. و با این همه که لب لباب با وسعت میدان فکر مولانا و مباحث گوناگون و پهناور مثنوی در قیاس نمی آید، باز هم برای حل قسمتی از مطالب مثنوی راهنمای مفید و به منزله کلیدی است که بر در اون گنجینه معرفت آویختند. دیگر کسی که شایسته است نام وی در شمار اصحاب معرفت و خدمتگزاران با ایمان و دقیقیاب مولانا مذکور شود عبداللطیف ابن عبدالله عباسی است که در جمع و شرح حدیقه ثنایی و مقابله و تصحیح مثنوی مدتی دراز از عمر خویش را صرف نموده و چنان که گذشت نخست مثنوی را با نسخه‌ای که استادان فن در طی 35 سال با 60 نسخه از مثنوی مقابله کرده بودند به سال 1024 مقابله کرده و با این همه از کوشش نایستاده و از آن تاریخ تا 1031 مثنوی را در چند نوبت با 20 نسخه دیگر مقابله کرده و فهرست حکایات آن را مرتب ساخته و ابیاتی را که زائد پنداشته با علامت ز که رمز زائد است مشخص نموده است. تفسیر آیات را از روی کتب معتبره تفسیر با قید آن که در کدام سوره است و مآخذ احادیث مثنوی را در حاشیه قید کرده و گاهی نیز
ابیات دشوار را توضیح داده و سپس مجموع آنها را به صورت کتابی مستقل درآورده و لطائف المعنوی من حقائق المثنوی نامیده است که در بسیاری از موارد به کار می آید و چراغی فراراه خوانندگان روشن می سازد و از کارهای سودمند وی آن است که لغات نادر مثنوی را اعم از فارسی و عربی و ترکی ابتدا در حاشیه مثنوی ضبط کرده و توضیح داده و باز آنها را به صورت تألیفی جداگانه موسوم به لطائف اللغات تدوین نموده است. اما نسخه مثنوی که با 80 نسخه مقابله نموده و آن را نسخه ناسخه نامیده هم به اعتبار نسخه قونیه نتواند بود، زیرا مسلم است که عبداللطیف عباسی مقابله مثنوی را با روش صحیح به پایان نبرده و به سلیقه خود ابیاتی حذف یا ضبط کرده و نسخ مورد اعتماد خود را وصف ننموده و تنها به ذکر عده آنها اکتفا کرده است. از نسخه مقابله شده عبداللطیف یک نسخه در کتابخانه ملی و نسخه دیگر در کتابخانه مجلس شورای ملی موجود است. سوم نسخه را نزد مرحوم حسین نصرالله تقوی از دانشمندان معاصر متوفا در سنه 1326 دیدم. دانشمند دیگر که نام وی لازم است در اینجا ذکر شود قاضی تلمذ حسین است از فضلای هندوستان که مطالب مثنوی را با مطالعه بسیار از هم جدا ساخته و حکایات و قصص و مطالب کلی و اخلاقی را هر یک در قسمتی علاهده پشت سر هم قرار داده و ابیاتی را که متضمن آیات قرآنی یا احادیث نبوی است و قسم مدایح را هر یک در فصلی جداگانه آورده و اونها را به نامی مخصوص امتیاز بخشیده و کتاب خود را مرآت المثنوی خونده است. کتابی نیز به نام نقد المثنوی و کتاب دیگر به عنوان صاحب المثنوی در شرح حال مولانا تألیف نموده که اگرچه اونها را ندیدم ولی از روی فهرست مطالب اونها که در زیر مرآت المثنوی به طبع رسیده معلوم می شود که مؤلف رنج بسیار متحمل شده و از روی تأمل مثنوی را در مطالعه گرفته است. مطالعه این آثار که به عرض رسید برای کسانی که بخواهند مثنوی را از روی تحقیق بخوانند بی اندازه سودمند است، اما کسی که خدمات وی در درجه اول قرار میگیرد مستشرق دانشمند استاد نیکلسون است که چنان که گذشت مثنوی را با اسلوب انتقادی از روی نسخه های معتبر به طبع رسانیده و نیز هر 6 دفتر مثنوی را به زبان انگلیسی ترجمه کرده و بر مواضع مشکل این کتاب از روی مآخذ معتبر توضیحات و شروح سودمند نوشته، چنان که هیچ یک از شعرهای سابق را خواه در فارسی یا عربی یا ترکی از جهت صحت و دقت با آن مقایسه نتوان کرد و از روی انصاف میتوان گفت که این استاد به تنهایی توفیقی یافته که فضلا و محققان کشورهای مختلف در طول چندین قرن نظیر آن را ادراک ننمودند. مثنوی شریف به راستی شرح قوامض و اسرار هستی و لبریز از حقایق وجود و گشاینده رازهای روح بشر و به جای مهمترین تفسیر قرآن و بیان کننده حدیث و لطائف حکمت و نهایت سیر عقلانی اسلامی و وسیع ترین کتابی است که اصول تصوف و عرفان را به زبانی روشن به جهت تربیت و هدایت خلق دور از اصطلاحات فریبنده بی‌مغز و به روشی خاص خود در لباس امثال و قصص بسیار عادی و معمولی ولی مملو از حکمت و معرفت و مضامین پخته و بکر بیان کرده است. برکسون گفته است مثنوی مولوی یکی از مهمترین کتاب‌هایی است که نوع بشر از خود تا کنون به یادگار گذاشته است. اگرچه مثنوی از جهت زیبایی و لطافت تعبیر یکی از آثار برجسته بلکه در شمار عالی ترین منظومه های ادبی پارسی است، باز هم غایت بی انصافی است اگر آن را از جنس گفته شعرا و سخن پردازان خاصه طبقه مدح سرایان و هجاگویان و آنان که از عشق به صنعت و تکلفات بی حاصل دامن معنی را از کف داده اند به شمار آوریم. زینهار و صد زینهار، مثنوی از نوع شعرهای معمولی است، نغمه الهی و آهنگی آسمانی و سرودی روحانی است که به زبان و بر دست مردی فرشته‌خو و خدا صفت و عاشق بر تربیت بشر و پیشرفت انسانیت ساخته و پرداخته شده و منظور گوینده آن نه کسب دامنان و نه جاه و مقام دنیوی و نه اظهار فضل بوده،
بلکه سراپای وجودش از عشق به حقیقت و انسانیت مالامال بوده و در راه هدایت مردم به سوی یگانگی و وفا و صدق و صفا و دریدن پرده هر گونه تعصب و اون چه مایه جدایی و دوری مردم باشد سر از پا نمیشناخته است و از این رو باید مثنوی را در اعداد کتب مذکور داشت که هر چندی از رشحات فیض حق بر دل بندگان گزیده وی که هادیان راه و عارفان مسالک ملکوت بودند فرو ریخته و سبب نجات عالمی بوده است و من خود معتقدم که مثنوی تجلی و ظهور دیگر است از معانی و لطائف قرآن کریم که مولانا به سبب استغراق در عشق محمدی و به برکت آشنایی روحی که با آن پیشوای بزرگ موحدان داشت مظهر آن تجلی و مجلای آن حقایق گردید و بیگمان هر که مثنوی را به دقت و به تکرار مطالعه کند در می‌یابد که مولانا تا چه حد به حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه و علی آله عشق می‌ورزیده و تا چه پایه گوش بر اسرار باطنی اون مهتر و بهتر جهانیان گماشته است. شرح آن عشق جان افروز از حوصله عبارت و گنجایش الفاظ بیرون است و اگر بخواهم شمه از آن بیان کنم میترسم که سخن از هم گسلد و قالب تعبیر بر خود شکافد و سیلاب آن مرا و شنوندگان را در رباید و به دنجا کشاند که نه لفظ ماند و نه آوازی براید.